کارتوشک پروری از ساحه‌های موسومی بود که انتخاب تخمی فراوان حاصلی مهلت نشونما و حاصل بندیش مطابق اقلیمی همان محل کشتی سری وقتی رعایت طلبات اگروتکنیکی زمین غذانوک و نهایتاً معتدل آمدن درجه گرمی هوا امکانات حاصلناکی این زراعت خوراک را بیشتر می‌گرداند. یادآور بشیم که در میشکاس ولایت مساحت بیشتری کشت و استحصال کارتوشک در ناحیه‌های دیوشتیک، استرافشان، پنجکین، کوهستان مسچا، شهرستان، اسفره و ناحیه عینی گذرانده شده. در این منطقه ها مهلت کشت کارتوشک از اول ماه اپریل تا آخر ماه می ادامه می‌یابد که حاصلش آخر ماه اکتبر پخته رسیده اساساً برای زمستان ذخیره کرده می‌شود. طبق معلوماتی با ما رسیده سال جاری کشت کارتوشک در مساحت 18500 هکتار به نقشه گرفته شده. از این نشان داد 1205 هکتارش را کارتوشک بر وقت تشکیل می‌دهد و این حجم کار با نظر داشت خواجگاه‌های جماعت‌های شهری پنجکین که 215 هکتار باید کشت کارتوشک بر وقت گذرانند اساساً فراگیر ناحیه‌های پخته کار است. مساحت نسبتاً بیشتری کشت کارتوشک تا به امروز الحال در ناحیه باباجان غفاروف 88 هکتار، سپیتابین 42.5 هکتار، کانیبادام 35.4 هکتار به قید گرفته شده. روز گذشته در ناحیه باباجان غفاروف 35.2 هکتار، سپیتابین 30.4 و کانیبادام 20.4 هکتار کشت کارتوشک گذرانیده شده است. اگر چنین صورت کشت با مرام ادامه یابد پس ناحیه‌های ذکر شده امکانات پوره دارند که پیش از مهلت معین شده کشت کارتوشک بر وقتی را به اتمام رسانند. البته با نظر داشت شماره زیادی خواجگاه‌های دهقانی، عائلوی و انفرادی که از سال 2014 این جانب در میدان فعالیت قرار دارند تنها به میان آوردن متشکل کار میتواند صورت کارهای صحرایی را تیزاند. نقش ما 30 هکتار کارتوشک 32 هکتار سبزی می باشد. ما تو همین روز 18 هکتار کارتوشک کش کردیم و 24 هکتار سبزی ما آخری ماه به پخته می رسد. ما چونکه زیر پلانکه می کنیم کارتوشک ما تو 25 ماه پخته می رسد. منطقی ما اساسا سبزیجات بر وقتی می کنند. یادآور میشیم که طبق توصیه عالمان و متخصصان ساحه مهلت کشت کارتوشک بر وقتی از سنه 10 فوریه تا 10-11 مارت پیش بینی شده است و بعداً بلند شدن درجه گرمی هوا در سبزیش، نشونما و حاصل بندی زراعتی که شده تاثیر منفی خواهد رسانید. از این نقطه نظر هم وسعت کارهای صحرایی در سمت کشت کارتوشک بر وقتی امروز مهم ارزیابی می‌گردد. باید تذکر داد که حاصل کارتوشک بر وقتی همه سال اول ماه ایون پیشکش خریداران کرده می شود.